روز دهم جنگ ایران و اسرائیل صبح بر وقت یکشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا سه انشئات هسته‌ای ایران، فوردو، نتنز و اصفهان را با موفقیت هدف قرار دادند. با گفته او ضربه ها توسط حمله هوایی انجام یافتند. همگی چند ساعت قبل از اظهارات ترامپ یک چند هواپیمای بمب اندازی B-2 از پایگاه حربی ایالات متحده آمریکا به سمت اقیانوس آرام پرواز کردند. طبق گزارش NBC نیوز برای حمله به انشئات فوردو 6 هواپیمای B-2 و 12 بمب ضد پناهگاه استفاده شدند. این حمله ها از جانب مسئولان ایران تصدیق شدند. یک مقام وزارت حالتهای فوق‌العاده و یک مسئول دولتی رسما اعتراف کردند که سه انشئات فوردو، نتنز و اصفهان بمباران شدند. وزیر کارهای خارجه ایران عباس ارکچی قبلا هشدار داده بود که هر گونه دخالت ایالات متحده آمریکا به این جنگ پیامدهای جدی خواهد داشت. یک منصبدار بلندپایه ایرانی نیز در صحبت با شبکه الجزیره گفته است که دخالت ایالات متحده آمریکا به معنای گسترش جنگ به سطح منطقوی است و ایران میتواند به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ضربه زند. با وجود این سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت که ساکنان منطقه های نزدیک انشئات هسته‌ای در خطر نیستند. با گفته نماینده این سازمان فوراً سنجش های محیط زیست برای معین کردن احتمال افلاس شوی رادیاسیونی انجام داده شده، یگان نشانه افلاس شوی به قید گرفته نشده است. در همین حال مشاور رئیس پارلمان ایران گفت که انشئات هسته‌ای کیها خالی کرده شده بودند و مواد حساس از جمله اوران غنی شده پیشکی به جای دیگر انتقال یافته است.